پشت پرده به بالهای سیاسی اهمیت نمیده و شطرنج باز خوبی. پشت پرده به همه موضوعات میپردازه و با کسی تعارف نداره و تنها خط قرمز ما مردم. ما اجازه نمیدیم که رسانه‌ها از عدم سواد رسانی مردم سوء استفاده بکنند. مخاطبین از رسانه پشت پرده، سلام. من امیر فردین، خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. امروز در خصوص اظهار نظرهای جنجالی و عجیب و غریب داریوش ارجمند، یکی از پیشکسوتان صنعت پررونق سینمای ایران، با شما صحبت خواهیم کرد. داریوش ارجمندی که 76 سالشه و اظهار نظر عجیب و غریبی در خصوص زنها و دختران سرزمین هم ایران کرده و جالبه که توی مصاحبهش نگران رحم و تخمدان خانوم هاست و یه اظهار نظرهایی میکنه که کرکوپر و پشم همه ریخت و واکنش های زیادی رو هم در فضای مجازی به همراه داشت و گویا این بازیگرا هر چقدر که از سنشون میگذره به جای اینکه به دانششون، به علمشون بیافزایه، کمتر میشه و اظهار نظرهایی که به نظر من سطح سواد و دانش هنرمندها رو نشون میده. البته آقای داریوش ارجمند کارهای خوب و پرمخاطبی رو در کارنامه هنری خودش داشته، مثل سریال امام علی، مثل سریال ستایش که شاید در ذهن خیلی‌ها بوده و هزاران کار دیگه که البته این نوع اظهار نظرها از سمت سلبریتی همچون داریوش ارجمند کمی عجیب و غریب بود. بریم این صحبت‌های آقای داریوش ارجمند رو ببینیم تیکه تیکه. من برای شما تحلیل میکنم و صحبت‌ها و اظهار نظرهایی که صورت گرفته و همچنین واکنش یکی از بازیگرای خانوم هم داشتیم که حالا این روزا احتمالاً واکنش‌های زیادی رو نسبت به این قضیه داشته باشن. ببینیم صحبت آقای داریوش ارجمند رو. اولا که چرا باید پدر جذبه نداشته باشه؟ رفیق نیست با بچه‌هاش، باید سفره عرق پهن کنه؟ این چیزی که مد امروز پدر و پسر میشینن با هم دیگه گیلاس میزنن بالا یا تریاک میکشن با هم، نه اینجوری نیست. من اون پدر سنتی رو دوست دارم، اونی که رئیس خانواده است. پدر نانآوره. خب در همین اول صحبت آقای داریوش ارجمند یه نکته وجود داره. آقای داریوش ارجمند فکر میکنه که رفاقت داشتن پدر و پسر فقط خوردن عرق و مشروب و تریاک کشیدنه. نه عزیز من، رفاقت داشتن معنا و مفهوم‌های دیگه‌ای هم داره. اینکه با هم دیگه رفیق باشن و تصمیم‌های بزرگی بگیرن، اینکه پدر و پسر با هم رفیق باشن، اگر خواست طرف ازدواج بکنه به باباش بگه من میخوام برم فلان دختر رو انتخاب بکنم، نظر شما چیه؟ مثل قدیما مثلا شرم نکنه. یا حالا بیشتر پسر رو ما گفتیم، دختران همینطور. رفاقت کردن صرفاً کشیدن مواد یا خوردن مشروب نیست آقای داریوش ارجمند و این از شما بعیده. بریم ادامه صحبتاشون رو بشنویم. البته در دوره فمینیسم و این ادعاهایی که تازگی مد شده، زنها سعی میکنن خرج رنگ و مو و ماتیکل ناخن و فلان ایناشون خودشون داره. ولی در زنها کمک کردن. اجازه بدین شلوغش نکن. شلوغش نکن. اینا رو هم ما میدیم. منم مثل اینکه زن دارم، دختر دارم، بچه، همه رو میدونم. همه رو میدونم. اما نکته مهم اینه که وقتی پدر میره و میمیره، میخه وسط قیچی گم میشه. نه اینکه بخوام زنا رو نه، زنایی بودن تو شیرزن از مردا قوی تر. اینو من قبول دارم، قبول. ولی این فمینیسم احمقانه آمریکایی که امروز تو کت زنای ما و دخترای ما رفته قبول ندارم. یارو خانومه میره وزنه بردار میشه، همین لهستانیه رو دیدین؟ تو ایران هم خانوم وزنه بردار. آره 2 سال دیگه نه رحم داره، نه تخمدان داره، نه چیز داره، همش عمل میکنه میریزه دور. این دیگه زن نیست که دیگه. آخه میری وزنه میزنی. خدا زن آفرید که بیاد 277 کیلو وزنه بزنه مثل رضازاده؟ باید 250 کیلو بزنه، بهترین وزنه بردار جهان باشه یا بهترین مادر دنیا باشه؟ کدوم یکی؟ میخوام به شما بگم که اینجوریه. من دیدگاهم اینه. حالا میگن من دیکتاتورم، من ضد زنم، من فلانم. برن از زن من بپرسن ببینم من ضد زنم، از دخترم بپرسن ببینم من ضد دخترم. از عروستون هم باید بپرسین. ما بپرسیم.
اونایی که دوست منن میدونن که من چقدر عاشق دخترم. قرار نیست ما از کسی بپرسیم آقای داریوش ارجمند، شما اظهار نظرهاتون جلوی دوربین نشون میده. واسه اطلاع شما آقای داریوش ارجمند همه چیز دان و بقیه افرادی که برای این نوع اظهار نظرها کف و سوت و هورا میکشن، یه عکس نشون میدم. ایشون خانم یولیا هستن، قهرمان وزنه برداری اروپا و آلمان و البته جهان، که هم کار حرفه‌ای خودشون رو انجام میدن، هم وزنه برداری میکنن، هم بچه دارن، هم مادرن و سایر افراد. مگه لازمه طرف وقتی میخواد وزنه برداری بکنه رحم تخمانش رو در بیاره؟ هر چیزی علمی داره، علومی داره، روشی داره، تخصصی داره و مطمئن باشید اگر این موضوع علمی نبود و باعث آسیب میشد چه به مردها و چه زنها، قطعا جلوشو میگرفتن. خودآزاری نداره فدراسیون جهانی یا فدراسیون مثلا جهانی ورزش یا سایر فدراسیون ها اگر بدونن به خانم آسیب میزنه جلوشو میگیرن. پس شما خودتون رو یه آدم همه چی دان میدونید که اصطلاحاً دوست دارید راجع به موضوعات مختلف اظهار نظر بکنید، که این هم در نوع خودش جالبه. بریم صحبت‌های خانم لادن طباطبایی رو بشنویم که گلایه کردن نسبت به صحبت‌های آقای داریوش ارجمند. بیایم توضیح بدم. خب مسائل خیلی متفاوتی در جریانه، جالبم هستن. یه برنامه پخش میشه، یکی از پیشکسوت‌ها اونجا میشینه، بعد ازش میپرسن راجع به وزنه برداری زنان، بعد خب اونم میتونه نظرش بگه طبعا، ولی با کمک مجری با هار هر هر کر میندازن قضیه رو به این که آره زن که نباید وزنه برداری کنه، زن باید مادر بشه. بچه کی به شما این اجازه رو میده؟ من نمیفهمم. اینکه تعیین تکلیف کنین که زن چی باید باشه، نمیدونم چه راهی رو باید در پیش بگیره. کی گفته همه زنها باید مادر بشن؟ کی گفته که شما باید تصمیم بگیرید راجع به اینکه زن چی بشه چی نشه، راجع به که چه هدفی رو دنبال کنه؟ من نمیفهمم آیا وزنه برداری به مردانگی مردها صدمه نمیزنه؟ میزنه، هممون میدونیم که میزنه. چیه این قضیه؟ چرا انقدر فشار رو زنها میارید؟ یه سیاستیه که صدا و سیما داره دنبال میکنه و خیلی جالبه واقعا، که یه سری مجری هم میشینن با اینکه خودشون زنن ولی میخندن و خلاصه پربال میدن به این قضايا. ولی این درست نیست. شما اگه چیزی رو دوست نداری میتونی بگی که خب من نمیپسندم، مورد نظر من نیست. از اینکه خوشت نمیاد، ریختش رو دوست نداری، چه میدونم به نظر چاقه، زشته، پیره، هر چیه، مثلا تو همین فضای مجازی اینستاگرام فالو نکن، دنبال نکن، نبین. کسی که مجبورت نکرده، ولی مطابق میل تو که آدم ها نمیتونن تغییر کنن. نمیشه که یه نفر مثلا باب میل چند هزار نفر میتونه باشه. همیشه یه سری مخالف هست. این مجموع سلایقی که دنیا رو جذاب میکنه، دنیا رو دیدنی میکنه. بعد هم ادعای آزادی دارن. نه من نظرم رو گفتم، من آزادم که نظر. بله تو میتونی نظرتو بگی، ولی نمیتونی به دیگران توهین کنی، نمیتونی با تحقیر کردن دیگران خودتو ببری بالا. این درست نیست. این روش تحقیر کردن برای بالا بردن خود که ادعای من همه چی میفهمم رو گرفتن واقعا چیز جالبی نیست. من خیلی خیلی ناراحتم از این قضیه، از این اتفاقایی که میفته، از اینکه میاد 3 نفر 3 تا عزیز رو میارن توی برنامه جمع کنن، بعد میگن خب 3 تا کتاب بگو. خب بگو من نمیدونم، نمیشناسم. مگه نویسنده داریم؟ آره نویسنده داریم. صبح بخیر ایران، واقعا چطوری تو پس تا این سن رسیدی؟ مگه میشه همچین چیزی؟ بعد بیایم یه دوست عزیزی که من میدونم چقدر اهل کتاب و ادب و فرهنگه، بعد تو این بازی قرار میگیره و خیلی راحت با خنده اونا هر میخندن و قرار نیست به هر قیمتی بخندیم. چیز خنده داری اگه وجود داشته باشه همه میخندن، ولی اینا گریه داره، خنده دار نیست. با هر که نمیشه محیط رو شاد کرد، برنامه جذاب درست کرد. التماس تفکر واقعا. بله این هم صحبت خانم لادن طباطبایی بود. البته
شاید اونی که دست داریوش ارجمند دادن ورزشکار نبوده، یعنی یه چیز دیگه بوده به اسم ورزشکار چپوندن بهش، دیگه نه رحمی داشت نه تخمانی، نه چیز دیگه ای. مگه ایشون دیده یا ایشون مطالعه کرده که داره این حرفا رو میزنه؟ وقتی بار علمی پشت حرف نباشه این اتفاقات میفته. چون سلبریتی ها به واسطه معروفیت، به واسطه توجه کاذبی که بهشون میشه، توجه خوبه، اما این توجه وقتی به این افراد میشه خودشون رو همه چی دان میدونن، خودشون رو عاقل میدونن، خودشون رو دانا میدونن. و وقتی خودشون رو عاقل و دانا، این همه آدم ما رو دنبال میکنن، حتما من آدم مهمی ام، من بیشتر از بقیه میفهمم، شروع میکنن چرت و پرت گفتن. و اینو خواستم بگم به دوستان، اگر یه شخصی معروف مشهوره دلیل بر این نیستش که این شخص تخصص لازمه رو داشته باشه. این آقای داریوش ارجمند هم تکلیفش مشخص بوده، قبلا هم راجعش صحبت شده. قبل از انقلاب با سیستم شاهنشاهی و دربار رو توی دربار بود، تو اون سیستم بود و حسابی کارهای دیگه میکرد که بتونه خودش رو، جایگاه خودش رو تثبیت بکنه. اینو من نمیگم، قدیمی‌های سینمای ایران میدونن و ماجرا رو میدونن. بعد از انقلاب هم چسبید به سیستم فعلی و چاپلوسی کردن از فلان آدم مهم سیاسی و فلان آدم مهم مثلا وصل شده به فلان جریان و تا تونست نزدیک شد به این افراد. اصول نگم براتون رو بله، شما اگه تکلیفتون مشخصه دیگه حتما لازم نیست ما بریم افک فامیل شما بپرسیم. اون چیزی که عیان، اون چیزی که مشخصه از سطح گفتار و ادبیات شما معلومه. در صورت این از آقای داریوش ارجمند و این موضوعات که واکنش زیادی داشت. خیلی دوست دارم که شما هم کامنت خودتون رو بذارید، نظرتون بگید. من واقعا تعجب میکنم که این با زیگرها چقدر نگاه ضد زن دارن و نگاهی به صورت ابزارهای جنسی یا کسی که فقط باید تو خونه باشه و کار بکنه، نه بیرون، نه در فضای بیرون. تعجب میکنم. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. دوست داشتید ویدیو رو به اشتراک بذارید و ممنون که با ما